است که مدوسا دارای توانایی هولناکی است که می‌تواند هر موجود زنده‌ای را در یک چشم هم زدن به سنگ تبدیل کند. اما این بار جادوی سنگ کننده‌اش بی‌تأثیر است، چرا که دشمنی که روبرویش ایستاده مدت‌هاست از قلمرو گوشت و خون فراتر رفته است. در برابر این دگرگونی ناگهانی، آن روح پلید بی اختیار پوزخندی می‌زند و سپس قلبی آبی رنگ را آشکار می‌کند که نیروی انفجار درونی را در خود دارد. او باز هم تصمیم گرفت راهی برای همراهانش بگشاید، حتی به قیمت جان خود. حتی پس از آنکه انفجار مدوسا را به شدت مجروح کرد، او لجاجانه به سوی پرسیوس افتاده خود را می‌کشید. سوگند خورده بود که بمیرد و او را نیز با خود به گور ببرد. درست در همان لحظه پرسیوس دریافت که سپر افتاده توانایی بازتاب دارد و همین کشف ناگهانی راهی برای نبرد با مدوسا پیش روی او گذاشت. هنگامی که مدوسا گام به گام نزدیک میشد، تنها فرمانده بازمانده لحظه مناسب را دید. او پیشتاخت و خنجر خود را از نیام بیرون کشید، بر ستون سنگی پرید و با سرعت و نیروی شگفت‌انگیز ستون را از جا کند و با تمام وجود بر مدوسا فرود آمد. ضربه‌اش دقیق بود و با فدا کردن جان خود فرصتی گرانبها برای پرسیوس فراهم کرد تا ضربه‌ای کاری وارد کند. پرسیوس که شاهد مرگ دلخراش یارانش در برابر چشمانش بود، خشمش همچون آتشفشانی فوران کرد. اما او می‌دانست که نگاه مدوسا مرگبار است، پس فقط می‌توانست با بهره‌گیری از بازتاب تصویر در سپر حرکات دشمن را زیر نظر بگیرد. و آنگاه که مدوسا پا به درون بت ضربه‌اش گذاشت، پرسیوس به شتاب چشمانش را بست، به تکیه بر غریزه خود چرخید و ضربه‌ای کاری وارد کرد، ضربه‌ای که با موفقیت سر مدوسا را از تن جدا کرد. زبان مدوسا روی زمین می‌غلطید، هنوز بیهوده می‌جنبید، گویی می‌خواست از سرنوشت خود سخن بگوید. اما سرنوشت او را در بازی‌های بیرحمانه خدایان گرفتار کرده بود و سرانجام او نیز به قربانی دیگر در این جدار خونین تبدیل شد. یک بلاکباستر اکشن فانتزی واقعاً دیدنی. علاقه‌مندان به این سبک تماشای نسخه اصلی فیلم را از دست ندهند، بی تردید ناامید نخواهند شد.